کف دستتو بهم نشون بده، با دانش ممنوعه بهت میگم کی و چجوری قرار ثروتمند بشی. 4 تا علامت مخفی هست که اگر در کف دستت باشه یعنی اینکه سرنوشت تو با ثروت گره خورده. بیا این 4 تا علامت رو بهت نشون بدم. بر اساس دانش کهن پالسیمتری تمام سرنوشت در کف دستانت نوشته شده. 4 تا خط اصلی داریم: خط عشق، خط عقل، سرنوشت و خط عمر که هر کدوم جزئیاتی از زندگیت رو نشون میدن. حالا اگر در کف دستت یک علامت ام داشته باشی، این یعنی سرنوشتت با ثروت گره خورده. اگر یک صلیب زیر انگشت عهد یا انگشتر داشته باشی، این یعنی بعد از ازدواج موفقیت، شانس و ثروت به زندگیت سرازیر میشه. اگر یک خط وی در انتهای خط قلبت داشته باشی، یعنی از 35 سالگی به بعد ثروت در انتظارته. و اگر یک صلیب بین خط عشق و عقل شماست، یعنی به زودی یک فرصت استثنایی به زندگیتون رو میکنه و اگر اون رو بگیرید ثروتمند میشید. سیو کن که این 4 تا علامت رو داشته باشی و برای دوستانت هم بفرست.